تو چند دهه گذشته ایران شاهد مجموعه‌ای از حوادث مرگبار بوده که با وجود وعده‌های مکرر مقام‌های جمهوری اسلامی برای رسیدگی، اصلاح ساختارها و پیشگیری از تکرار اونا، تحول قابل توجه در جلوگیری از تکرار چنین حوادثی رخ نداده. خیلی از این حوادث ناشی از ضعف نظارت، ناکارآمدی، اشکالات فنی، سهل‌انگاری و سوء مدیریت بوده. بعد هر حادثه کمیته‌هایی برای بررسی دلایل و شناسایی مقصران تشکیل شده و در برخی موارد پرونده‌هایی به دستگاه قضایی ارجاع پیدا کرده. ولی این اقدامات در عمل به نتایج ملموس و قابل اتکایی منجر نشده. در بعضی موارد هم بعد گذشت سالها حتی علت اصلی حادثه همچنان در حالی از ابهام قرار دارد. این ویدیو مروری بر شماری از مهمترین حوادث غیرنظامی سالهای اخیر تو ایران، حوادثی که به نظر میاد ماهیت عمدی نداشتن و بنابراین رویدادهایی مثل شلیک به هواپیمای مسافربری اوکراینی رو شامل نمیشه. شماره 1 انفجار در بندر رجایی. انفجارهای مهیب تو بندر شهید رجایی بندر عباس تو 6 اردیبهشت 1404 باعث کشته شدن حداقل 46 نفر و زخمی شدن بیش از 1000 نفر شده. گمرک بندر عباس با انتشار اطلاعیه محل وقوع حادثه رو محوطه کانتینری سینا تو بندر شهید رجایی اعلام میکنه که وابسته به سازمان بنادر و دریانوردیه. به گزارش گمرک بندر عباس به احتمال زیاد منشأ انفجار از دپوی کالاهای خطرناک و مواد شیمیایی موجود تو محوطه بندر بوده. شاهدان عینی به خبرنگارا گفتن ابتدای آتش‌سوزی جزئی رخ داده، ولی به دلیل دمای هوای 40 درجه و همچنین انباشت مواد اشتغالزا این آتش‌سوزی به سرعت تسری پیدا کرده و باعث انفجار شده. بندر شهید رجایی مهمترین بندر صادراتی ایرانه و به لحاظ واردات هم بعد بندر امام خمینی دومین بندر بزرگه. شماره 2 انفجار در معدن طبس. حادثه انفجار معدن زغالسنگ طبس یکی از مرگبارترین حوادث معدن‌های زغالسنگ ایران تو دهه‌های اخیر بوده. در اثر انفجار ناشی از نشت گاز متان تو شهریور 1403 تو معدنی تو طبس 52 کارگر کشته و دست کم 20 نفر مجروح شدند. تو گزارشی که به مجلس ارائه شد به فقدان نظارت بر نقشه‌های تهویه شرکت زغالسنگ معدنجوی طبس، شرایط کاری نامناسب شامل عدم رعایت قوانین، استانداردهای ایمنی و قواعد حرفه‌ای، کمبود تجهیزات حفاظتی، عدم توجه به هشدار کارگرها و عدم ارائه آموزش‌های ایمنی لازم به کارگرای معدن به عنوان دلایل مرتبط با این حادثه اشاره شده. شماره 3 فرو ریختن ساختمان متروپول آبادان. حدود ساعت 12:30 2 خرداد 1401 این ساختمان فرو میریزه. بر اساس آمار رسمی که سه‌شنبه 17 خرداد ماه اعلام شد، 43 نفر زیر آوار متروپول جونشون از دست دادن. احمد وحیدی وزیر کشور ایران گفته بود ساختمان متروپول قرار بود توی 6 طبقه ساخته بشه، ولی در 2 مرحله تعداد واحدهای این سازه به 10 طبقه افزایش پیدا کرده. برخورد حکومت با فرو ریختن متروپول و تسلیت دیرهنگام رهبر جمهوری اسلامی خشم خیلی‌ها را در بین ایرانی‌ها برانگیخت. شماره 4 انفجار در معدن یورت گلستان. انفجار تو معدن یورت استان گلستان تو اردیبهشت 96 باعث کشته شدن 44 نفر شد. تو این حادثه ریزش تونل افقی معدن باعث بسته شدن راه خروج معدنکارا میشه و شماری از معدنچی‌ها هم که برای کمک به همکاراشون وارد تونل شده بودن بر اثر تنفس گاز متان کشته میشن. یکی از معدنچی‌ها درباره دلیل این انفجار به خبرگزاری مهر گفته بود معدن یورت آزادشهر سنسور تشخیص نشت گاز نداره و علت اصلی این حادثه هم انفجار گاز به دلیل نشت اون بوده. شماره 5 آتش گرفتن کشتی سانچی. کشتی سانچی 16 دی سال 96 با 32 سرنشین سوخت. سانچی متعلق به شرکت ملی نفتکش ایران بود ولی با پرچم پاناما حرکت میکرد. حادثه سانچی یکی از دشوارترین حوادث برای بازماندگان بود، چون 30 دریانورد ایرانی تو کشتی بودن و تنها جسد 3 نفر پیدا شد. خانواده ها هم تا مدت ها از تماس ها شماره‌های مشکوک و قبض موبایل این افراد میگفتن. خانواده مهدی صادقی یکی از این دریانوردها گفت که تا 13 ماه قبض‌های سنگین برای موبایل فرزندشون صادر میشد که همگی برای رومینگ بود. شماره 6 آتش گرفتن ساختمان پلاسکو. ساختمان پلاسکو 30 دی سال 95 آتش گرفت. حدود 4 ساعت عملیات اطفای حریق تو ساختمان پلاسکو نتیجه نداد و به دلیل سرایت آتش به سایر طبقات این ساختمان فرو ریخت. این حادثه منجر به مرگ 16 نفر از آتش نشانا و 6 شهروند شد. گزارش‌های دولتی درباره پلاسکو به مجموعه متوالی از قصور و کوتاهی سازمان‌های مختلف اشاره شده، از جمله بنیاد مستضعفان به عنوان مالک، وزارت کار، شهرداری و آتش نشانی تهران. به پیگیری خانواده‌ها برای محاکمه عاملان حادثه هم نتیجه‌ای نداد. شماره 7 آتش سوزی تو مدرسه روستای شینابو.
خدمات. مدرسه‌های مناطق فقیر ایران حوادث مرگبار زیادی به دلیل نقص فنی و نبود ایمنی اتفاق افتاده. ولی شاید مهمترین حادثه دانش آموزی که تو یادها مونده آتش‌سوزی مدرسه شین‌آباد باشه. این حادثه آذر سال 91 توی دبستان دخترانه تو روستای تو پیرانشهر استان آذربایجان غربی اتفاق افتاد. دلیل آتش‌سوزی هم آتش گرفتن بخاری نفتی مدرسه اعلام شد. بیش از 29 دختر دانش آموز دچار سوختگی شدند و 2 نفر از اونها بر اثر شدت جراحات جون خودش رو از دست داد. 12 نفر دیگه هم با عوارض جسمی و روحی ماندگار مثل قطع انگشتای دست و سوختگی‌های عمیق همچنان زندگی دشواری رو می‌گذرونن. شماره 8 سقوط هواپیمای 330 خبرنگاران و نیروهای ارتش. یکی از خبرسازترین حوادث هوایی سقوط هواپیمای 330 نیروی هوایی ارتش تو تاریخ 15 آذر سال 84 بود که 128 کشته و 132 زخمی به جا گذاشت. این هواپیما تعدادی از نیروهای ارتش و خبرنگارا رو برای پوشش خبری رزمایشی تو چابهار از تهران به بندرعباس می‌برد. شماره 9 آتش‌سوزی تو مسجد ارگ تهران. 26 بهمن ماه 1383 که با پنجمین روز محرم مصادف بود، موقع نماز مغرب مسجد ارگ تهران آتش میگیره و 76 نفر کشته میشن. البته با اعلام بازپرس شعبه 6 دادسرای امور جنایی تهران جانباخته‌ها 78 نفر و مجروحا 22 نفر بودن. رسانه‌ها به نقل از کشیف قتل بازپرس وقت دادسرای جنایی تهران میگن سقف 800 متری شبستان که با برزنت پوشونده شده بود و برای جلوگیری از سرما توسط متولیای مسجد آغشته به پارافین بود، موجب گسترش حریق و ریختن آتش بر سر نمازگزارا شد. و شماره 10 انفجار قطار نیشابور. انفجار قطار نیشابور بزرگترین حادثه ریلی ایرانه. 29 بهمن 82 بعد اعلام حادثه برای قطار نیروهای آتش نشانی به محل اعزام شدند، ولی ساعتی بعد انفجار مهیبی اتفاق میفته که جون دست کم 300 نفر از جمله بیش از 20 آتش نشان رو گرفت. ضعف سیستم ایمنی قطار، وجود مواد آتش‌زا از جمله پنبه، گوگل و نیترات آمونیوم تو واگن‌های باری و کم توجهی خطای انسانی از جمله دلایل این حادثه بود. از اینکه تا آخر این ویدیو همراه بودید سپاسگزارم. اگه این ویدیو براتون جذاب بود با سابسکرایب و لایک از ما حمایت کنید.